این همه میگن بیزینسیا تو دبی حقیقت داره یا نه؟ من وقتی که رفتم واسه کنسرتم دبی نمیدونم اینو قبلا گفتم یا نه، ما رفتیم کلاب مثلا یه شب مثلا که نرفتیم با بچه‌ها رفتیم کلاب، من دوستمون مجرد بود، این هر مخی می‌خواست بزنه میگفت های، اون یکی دختره میگفت انقدر هزار پول، انقدر هزار پول، $800، 1000 لیر، 10000 لیر. بعد عجیب ترین قسمت و ناراحت کننده ترین صحنه ای که من دیدم، آخرش از کلاب میمدیم بیرون یه جمعیت عظیمی از دخترها رو میدیدیم. البته دلیل نمیشه الان، خب مردم به فکر میکنن هر کی میره دبی بیزنسیه، در صورتی که اینجوری نیست، ولی باز حرف الکی پیش نمیاد، یعنی حتما یه چیزایی هست. من اونجا فهمیدم واقعا میگم یه جمعیت زیادی از دخترها بودن که خیلیاشون ایرانی بودن و شاید باورتون نشه که یک سری عرب ها با رویز و ماشینای خفن میمدن، یه دونه ای سوار نمیکردن، 4-5 تایی سوار میکردن. من و دوستان واقعا شوکه بودیم، پشممون ریخته بود، اصلا چطوری امکان داره چنین صحنه؟ اصلا میگیم اوکی دختره میخواد یه حالی کنه، چجوری راضی میشه با 5 تا دختر دیگه بره؟ میفهمید؟ خیلی این صحنه بود. من اون موقع فهمیدم که مثلا اگه یه حرفی زیاد داره میشه، یه چیزایی دیدن، ولی بازم دلیل نمیشه که حالا هر کی میره بیزنسی باشه. این که هر کسی پول خودش میتونه در بیاره دلیل نمیشه که مستقله. خیلی مهمه که اون پول چجوری به دست بیاد تا به استقلال برسیده باشه.